عزیزان من انشاءالله خدا خواهد تعامم خدا خواهد شد، فقط خاموشی خدا خواهد من یک سرچم خدا خواهد یونس جان قاری افتگی انشاءالله خدا خواهد یکی از خدا خواهد برادران ما و شما قرآن تلاوت میکنن، خداوند عمرشون زیاده کند. الحمدلله خیلی قاری ها در صف سخنرانی ما و شما انشاءالله بسیار شود، چون که فخر ما است. الحمدلله برادر، فخر برای اسلام انشاءالله چقدر ایماندار ها زیاد شود، چقدر نمازخوان ها زیاد، چقدر قاری ها زیاد شود، این وطن آباد شدن میگیرند انشاءالله خدا خواهد. آینده سوخ خدا خواهد میبردارند. الحمدلله الله عمرشون زیاده کند. یک دسترخوان دعا میکنیم خدا خواهد انشاءالله، بعد اینان نوبت میتیم، بعد دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا مسلمین، جزاک الله خیرا کثیرا کثیرا. شکرانه واجب تعالی. سلامت سری هم دیگر دفعی بلا ما کم کردیم، خدا ما خود زیاده بگردانیم. در این خاندان همیشه تینج آرامی خاطی جمعی تنسیتی فیض و برکاتتون. الله اکبر. نزدیک داریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك هم أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. مقبول تلاوت قرآن شنود حضرت رحمان جل جلاله، آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، اسماعیل ذبی الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله و برهان جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. برهان جمیع رشتگان این منزل و مکان، بیکسان، بیچارگان، دور افتادگان، غریبان، شهیدان، خصوصا هم اهل جماعت، همین یعنی اهل خاندان جمیع رشتگاش از این صحابایی که حاصل شد، خدا آنها بهره‌مند بگردانی، طریق رحمت شایسته جنت بگردانی، آنچه خیر احسانی کنن خدا آنها به درگاه خود قبول نمای، سایبانی آخرت بگردانی. باری دیگر در این خاندان همیشه تینجی، آرامی، خاطر جمیع، تنسیتی، فیض و برکات، همین کودکم خدا آن عمری دراز استفرا در آینده عالمان و قاریانی با عمل بگردانی. همین فرزندان که بلبلی انشاءالله خدا خواهد یعنی اسلام هستند، خدا آن از اینم علمش زیاده بگرداند. پدر و مادرشون آفرین و تشکری زیاد میگیم. خدا آن در یعنی دور این فرزندش عمرهای دراز استفرا بینند. در آینده همین فرزند یکی از خدا بهترین عالما قاری های خدا خواهد محمدی شدنش الله نصیب بدارد. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمدین و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش آمد نور دیده تاج سر.